پشتون شاهزاده است. اینا من توهینشون هم کردم، هم شاهزاده است. دمی مردیشان ما برشان سلامی میزنم. شیر هستن، به قرآن شیر هستن، به خدا مرد هستن. اینا قیاب بی غیرت پست انسان ها بر آمدن. باز یک تعداد میگه سکندر نگو تو میرفتی لایف از یار سعی میکردی کلش از امیه قوم امیه چی کلش هم تو کتا کتا خیزک میزنن. بچه خیزک نزن، بیا در میدان برای. خب بیازو سر ما دنیا آسمان چپه شده، اگر نه هیچ گپ نشده. مگم با غیرت هستم برات میگم، امیتو که سرطان شب نکنم روز نکنم بگوی چه آدم نیستی سکم. یا ای دوتا نیتا به مذرت میارین یا فامیلی یک میدان برابرش میکنی که تمام همه مردانگی کنی شما. ما میگم در وجودتان مردانگی نیست. منافع ولسوالیتان براتان مهم است، منافع دزایتان براتان مهم است. میره بشنو صدای سکندر. خاطر شما ما مردم خدا گرفتیم پل ساختیم. شمالی وارم من میگم که چرا نمیخیز استاد نمیشه سلا نمیگیره نمیزنه کودامانی چرا استاد نمیشه. خب میبینه که به یاد دیدن درد از یار دیدن چرا بخیزن آرام هستن تاکشان گفته اگه تا انگور میگیره درختشان توت میگیره بیادر گفته اگه تا زندگیشان خوب صحیح میچله. چرا بجنگن؟ با چی بجنگن؟ با امرالله صالح بجنگن؟ برای قانونی لنگت بجنگن؟ برای کسایی که دوزی کرده بودن در کوچه ها را بسته کرده بودن در 10 کیلومتریش تیر نشه بگرد زو با سکندر بجنگه با امثال سکندر بجنگه. ایره خوابی بی بچه خلاص شد دیگه.